بسیار خیلی تند و سریع و یه لحظه میپردازم به این موضوع، ولی من میخوام کامل و تکمیل بهتون یاد بدم. چی اصلا زمانی که دور دو فرمون میزنی یا پارک ال میزنی، جلوت جدوله یا دیواره یا ماشینه، نمیدونی تا کجا بری، یا دنده عقب میخوای دور بزنی، دنده عقب میای کنار جدول، پشتت یا جدوله یا دیواره یا ماشینه، نمیدونی تا کجا بری که به دیوار یا جدول برخورد نداشته باشی. من امروز یه شاخصی میخوام بهتون بگم که به راحتی بری جلو، که مطمئن باشی به جدول یا دیوار یا ماشینی که جلوت نخوری و دنده عقبش هم به همین شکل. خیلی جذابه این ویدیو، بیاید با من همراه باشید. فرض کن ما میخوایم دور دو فرمون بزنیم، اینجا هم جدوله، حالا دیوار و ماشین هم بهتون میگم ولی جدوله، میخوای حالا پارک ال میگن یا دور دو فرمون، ما حالا دور دو فرمون الان میگیم بهتون. تا کجا بریم به جدول برخورد نداشته باشیم؟ ما این آینه رو باید در نظر بگیریم. زیر آینه میاد کجا؟ تا کجا میتونی بری؟ تا اینکه زیر آینه با روی جدول یکی شد، دیگه نباید جلو بریم. حالا من بهتون فاصله رو میگم که چقدره. فاصله ماشین با جدول تقریبا 35 سانت یا 40 سانته که دیگه نباید جلو بری. حالا پارک ال هم میخوای بزنی به این شکل، تا اینجا میای جلو و زیر آینه با بالای جدول که یکی شد از دیده دیگه نمیری عقب و همونجا استاپ میکنی. حالا تو دنده عقب میخوام بهتون یاد بدم، دقیقاً باز هم با همین آینه ماشینی داره میاد، بذار اون ماشین بره تا من. توی دنده عقب دستگیری جلو رسید به جدول عقب، اون موقع ایست میکنیم. نگاه کن از دید راننده هنوز نرسیده و الان رسید. اینجا ما ایست میکنیم و فاصله رو من بهتون نشون بدم. این فاصله عقب حالا تقریبا 40-50 سانته که میتونی حتی یه ذره بری، چون دستگیره رو اگر دقت کنید اول دستگیره تا آخر دستگیره رو میتونی این فاصله رو درست کنی. حالا ما فرض میگیریم که پشت ماشین و جلوی ماشین پارکه. ماشین رو چجوری تشخیص بدی؟ بریم ماشین رو بهتون بگم. خب الان یه ماشین اونجا پارکه، ما فرض کنیم میخوایم دور دو فرمون بزنیم و میخوایم تشخیص بدیم که از کجا بدونیم که بهش برخورد نداریم. با خیال راحت میریم. هر ماشینی وسط درش یا یه زی داره یا یه خطی داره. هر وقت اون خط تا دیگه ندید راننده دیگه نباید جلو بره. نگاه کن، من هر وقت ندیدم الان دیگه نمیبینم، پس الان دیگه نباید جلو برم. خلاص میکنم فاصله رو بریم ببینیم. این فاصله با ماشین جلویی میبینی امنه، خیلی امنه. حالا میخوام این فاصله ماشین جلویی رو تو دنده عقب بهتون بگم. خب حالا پشتمون یه ماشین هست، میخوام فاصله ای که تو دنده عقب با ماشین پشتی داریم و بهتون بگم که چجوری کی باید ایست کنی که بهش برخورد نکنی. حالا یه نفر با ماشین داره میاد، دارن فیلم هم میگیرن از هم دیگه. خب مستقیم میرم. زمانی که بدنه ماشین رو دیگه ندیدم، یعنی فقط شیشه های ماشین رو دیدم، پنجره های ماشین رو به اصطلاح اگر دیدم دیگه نباید جلو برم. نگاه کن، من الان میرم هنوز دارم میبینم. الان دیگه شیشه هاشو فقط میبینم، بدنه ماشین رو دیگه نمیبینم، پس باید کامل ایست کنم. بریم ببینیم فاصله با ماشین پشتی چقدره. فاصله با ماشین پشتی اینقدرش، یعنی تقریبا حدود 50 سانت یا 40-50 سانت که دیگه نباید بیشتر از این بری عقب. این یک سری از فاصله ها بود که خیلی دغدغه شما بود، توی کامنت ها برام نوشته بودید که براتون ویدیوشو ساختم. حالا اگر
یه دغدغه دیگه ای داری حتما تو کامنت ها برام بنویس که ویدیوشو بسازم. این ویدیو هم حتما لایک کن، حتما سابسکرایب رو بزن که اگر سابسکرایب رو نزنی فایده ای نداره. حتما سابسکرایب بزن، زنگوله رو فعال کن که ویدیوهای بعدی رو برات بسازم. الان هی پشت نگاه کن چون وسط خیابون ماشین پارک کردم. پس حتما تو کامنت برام بنویس دغدغه‌تو، بنویس مشکل رانندگیتو. شاید خیلی های دیگه هم این مشکل داشته باشن، ویدیو رو بسازم که به درد اونا هم بخوره. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.